می‌کنم موضوع بازآورینی اجتماعی رو بر اساس همون مقاله‌ای که نوشتین یه مرور کلی با هم داشته باشیم. مرسی. درود بر شما. در این اپیزود از برنامه سیناپس می‌خوایم درباره رویکرد بازآفرینی اجتماعی به مثابه رویکردی برای حل مسئله اجتماعی گفتگو کنیم. در این قسمت از برنامه سیناپس در کنار غزل دستوری هستیم که می‌خوایم درباره یکی از رویکردهای حل مسئله اجتماعی، یکی از این رویکردهای میان رشته‌ای با هم دیگه گفتگو بکنیم. خانم دستوری، سوال این برنامه اینه که ایده شما برای تغییر شیوه نگاه کردن به مسائل اجتماعی یا به عبارتی تغییر رویکرد به مسائل اجتماعی چی هستش؟ ممنون میشم در این مورد یه مقدار بر ما توضیح بدید. حتما. در واقع رویکرد حل مسئله به نوعی قدم فراتر میذاره از اینکه تنها به صورت نظری به مسائل و مشکلات اجتماعی نگاه کنیم. یکی از این رویکردها که در واقع به نوعی رویکردی جایگزین رویکردهای سابق میشه بازآفرینی اجتماعی هست که امروز قرار راجع به بازآفرینی اجتماعی و به عنوان یک رویکرد حل مسئله با هم صحبت بکنیم. یکی از دغدغه‌های بزرگ من همیشه این بوده که چطوری میشه پژوهش‌های اجتماعی رو به عمل نزدیک کرد. بسیار عالی. معادل لاتینش چی میشه؟ بازآفرینی اجتماعی سوشال ریجنریشن هستش که از برگرفته از همون ریجنریشن به معنای بازآفرینی و آفرینش دوباره هست. بسیار عالی. میشنویم اگر بیشتر در موردش توضیح بدین. حتما. ممنونم. در واقع اگر بخوایم به بازآفرینی اجتماعی بپردازیم، بازآفرینی اجتماعی یک رویکردی برای حل مسائل اجتماعی هست، برای کاهش مشکلات اجتماعی به وجود اومده این رویکرد. ولی نمیشه بازآفرینی اجتماعی رو به تنهایی نگاهش کنیم. برای اینکه بخوایم بهش بهتر و بیشتر بپردازیم، خوبه که در بستر مفهومی بازآفرینی به بازآفرینی اجتماعی نگاه کنیم. مثل هر مفهوم دیگه‌ای که خوبه تاریخچه‌اش رو ببینیم تا برسیم به خودش و بتونیم درکش بکنیم. از قبلترش از بازآفرینی میتونیم شروع بکنیم برای نگاه به بازآفرینی اجتماعی. بازآفرینی خب به معنی حیات دوباره بخشیدن به یه تمامیت زنده است که در حال نابودیه. پس ما اینجا یک آسیبی رو داریم و بازآفرینی اجتماعی دقیقاً مخاطبش و هدفش اقشار آسیب دیده یا آسیب پذیر هستش و برای حل یک سری مشکلات به وجود اومده. بازآفرینی باز هم خودش مفهومی هست که تاریخچه طولانی داره. برمیگرده به نوعی از رویکردی که تنها به بحث کالبدی و برای بازآفرینی و از نو ساختن ساختارها و فیزیک محله‌های قدیمی یا مناطق شهری به وجود اومده. بازسازی در واقع به معنای همون مرمت و بازسازی فضاهایی که مثلا ممکنه دهه 40 میلادی بعد از جنگ جهانی اول مورد خرابی قرار گرفته باشه، خراب شده باشه و میخوایم که از نو بسازیمش و بازسازیش کنیم. پس اینجا ردی از فرد، انسان و اجتماع دیده نمیشه. بعد از مفهوم بازسازی مفاهیمی مثل احیا اومده. احیا یا باززنده سازی در واقع به نوعی داره میپردازه به اینی که ما مسائل اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و اون سطح معیشتی خانوارها را هم در نظر بگیریم و به تلاش برای این هستش که علاوه بر فیزیک، علاوه بر پرداختن به بازسازی کالبد، به خانواده ها، به افراد و اجتماع و برای بهبود زندگیشون هم نگاه بکنیم. ولی دهه 60 میلادی هنوز اونقدر این رویکرد قدرت پیدا نکرده بود برای اینکه بتونه برای خودش رویکرد جداگانه‌ای باشه. به مرور زمان بحث بازآفرینی به وجود اومده و ما وارد بحث بازآفرینی شهری شدیم به عنوان یک مفهومی که برای هممون آشناتر هست. در واقع یه جور سیرش تکامل پیدا کرده. دقیقاً. بازآفرینی در واقع مفهومش گسترده تر شده، همه جانبه شده. به مرور زمان همین اتفاق افتاده تا رسیدیم به بازآفرینی اجتماعی.
بازآفرینی شهری که یک مرحله قبل تر هستش به نوعی روی کردی هستش که برای ترمیم بافت‌های فرسوده ابتدا شکل گرفته، ولی کم کم اقتصاد رو آورده، نگاه ایجاد رقابت اقتصادی رو در محله به وجود آورده، نگاهش نگاه رفاه بیشتر برای مردم بوده. ولی به مرور زمان نگاه جامعه شناسا، پژوهشگرا و به خصوص کسانی که داشتن طرح‌های توسعه رو می‌نوشتن، چون می‌دونین بازآفرینی مفهومی هستش که نظریه‌های نسبتاً خوبی در ادبیات جامعه شناسی و توسعه امریکا داره و بعداً در سیاست‌گذاری‌های انگلیس خیلی جای خودش رو باز کرده. در واقع سیاست‌گذاری‌های اجتماعی در انگلستان تونستن از این مفهوم استفاده بکنن. بسیار عالی. بازآفرینی شهری هم سعی کرده توی رویکردهای متأخرش به حوزه‌های اجتماعی بپردازه، ولی به نظر میرسه هنوز کانون توجهشون مسئله شهر و کالبد شهر هستش و حالا حوزه اجتماعی رو به عنوان یک بخش یا در کنار حوزه شهری نگاه میکنن و گرچه فکر میکنم که قصدشون این هستش که توجه زیادی به مسائل حوزه اجتماعی، فقر شهری و اینها داشته باشن، اما از اونجا که کار داره توسط حوزه شهرسازی جلو میره، همچنان میتونیم که اون جای خالی اپروچ روی کرده حوزه اجتماعی رو ما احساس بکنیم. موافق هستیم با این؟ خیلی موافقم. دقیقاً همینطوری که شما میگین. در واقع بازآفرینی شهری در سالهای اخیر رویکردهایی مثل بازآفرینی اجتماع مبنا، مثل بازآفرینی فرهنگ مبنا رو به خودش اضافه کرده. در واقع رویدادهای اجتماعی و فرهنگی در محلات برگزار شده برای اینکه اون حال بهتر، اون کیفیت بهتر زندگی به محله ها بیاد و همچنین یک عنصر مهمی که جلب مشارکت افراد محلی هست، ضرورتش در بازآفرینی شهری هم دیده شده، ولی حقیقتاً جای یک چیزی خالیه. اون همین که طرح‌های توسعه بازآفرینی شهری که نمونه‌های خوبیش هم در ایران هست، یک نقطه خالی داره و اون هم پایداریه. پایداری بحثیه که در بازآفرینی اجتماعی بسیار دیده شده، ولی در بازآفرینی شهری جای خالیش وجود داره. در واقع انگار که تکه‌های یک پازل باشن و جای پایداری خالی باشه که پایداری اجتماعی به نوعی میتونه یک چتر گسترده‌ای بر روی کل مفهوم باشه و نگاه ما از همینجا شکل میگیره. پایداری در واقع به معنی این که تعادل برقرار میشه بین محیط زیست، بین اقتصاد، بین اجتماع و افراد. از طرف دیگه جامعه میتونه خودش رو باز تولید کنه، یک پویایی هست و از همه مهمتر طرح‌های توسعه‌ای پایدار میشن که منافع جمعی رو در نظر بگیرن. به نوعی توی نمونه‌های خارجی که نگاه میشه، نمونه‌های موفق خارجی که نگاه میشه، اون طرحی موفق هست که منافع تک تک افراد یک محله رو در نظر گرفته. اگه به اون نمونه ها هم اشاره بکنید یا حتی به نظریه‌ای که پشت این در واقع ایده بازآفرینی اجتماعی هم هست اشاره بکنید، ممنون میشم. حتما. نمونه هایی که در استراتژی برنامه، یعنی استراتژی بازآفرینی اجتماعی رو به نوعی نشون داده، مثلا یک نمونه استراتژی بازآفرینی اجتماعی در محله مدوی انگلستان هستش. در این محله زمانی که سیاستگزاران تصمیم گرفتن که حال تازه‌ای به اون منطقه بدن، رویکرد کاملا اجتماعی هست. وقتی هدف گذاری کردن برای این برنامه و طرح، نگاه کردن که ما می‌خواهیم یک برنامه‌ای رو تدوین کنیم که به نفع تک تک اعضای محله باشه و تمام ساکنین اون منطقه باشه. همچنین می‌خوایم اونجا رو تبدیل کنیم به مکانی که رفاه
رفاه و بهبود زندگی انسان‌ها رو در پی داره. میدونین قدم اول این نبوده که فکر بکنیم که ما میخوایم که کالبد اونجا، فیزیک اونجا رو توسعه بدیم. قدم اول این بوده که اینجا میخواد جایی برای زندگی کردن بشه. در نتیجه خب مصادیق بازآفرینی اجتماعی توی این استراتژی دیده میشه. یکیش میتونه اشتغال باشه، یعنی فراهم کردن یک سری زیرساخت‌ها یا تسهیل موانع استخدامی و از این دست کارها. رفاه کودکان در نظر گرفته شده، یک سری برنامه‌های در راستای سلامت افراد، بهداشت اون منطقه دیده شده و در خصوص امنیت محله یک طرح جالب دیگه هم هست به نام همین استراتژی بازآفرینی اجتماعی منطقه کانادا واتر، باز هم توی انگلیس هست. این طرح هم دقیقاً اومده 4 تا هدف گذاشته و گفته که ما میخوایم این منطقه رو تبدیل کنیم به محلی برای زندگی، محلی برای کار، محلی برای شادمانی و محلی برای سلامت و در واقع یادگیری و رشد را هم کنارش گذاشته و مثلا برای اینکه اون منطقه تبدیل بشه به محلی برای زندگی، بله بسیاری از فضاهای مسکونی باید بهتر بشن. محلی برای کار یعنی یک سری خدمات اشتغالی برای جوانان فراهم بشه، رشد و یادگیری همچنین، و محلی برای شادمانی دقیقاً برمیگرده به کالبد اون شهر، برمیگرده به روشن کردن چراغ‌ها، برمیگرده به اینی که شهر رو زیباتر کنیم، پیاده‌روها رو رنگ کنیم، ولی هدف اصلی شادمانی افراد و انسان هاست. و حرف بازآفرینی اجتماعی و اینی که میگیم بازآفرینی اجتماعی یک روی کرده، یعنی در سطح کلان و در اون هدف نهایی داره انسان‌ها رو میبینه. ممکنه راه حلاش سرشار از ابعاد اقتصادی، کالبدی و از این دست باشه. بسیار عالی. در واقع من اینجور از مثال شما متوجه میشم که ما بازآفرینی اجتماعی رو میتونیم به مثابه چتری ببینیم که تمام حوزه‌های بازآفرینی شهری، کالبدی، اقتصادی و اینها رو در بر میگیره. دقیقاً. یعنی هدف غایی حوزه اجتماعی هستش که قراره که بهبود پیدا بکنه. دقیقاً. انگار زمانی که سیاستگزاران میشینن برای برنامه ریزی، اولویت انسان ها هستن و بعد اون وقت بسیاری راهکار از حوزه‌های دیگه وجود داره که لزوماً اجتماعی نیستن، به قول شما اقتصادی هن، فنی هن، تکنولوژیک هن، ولی برای بهتر شدن شرایط زندگی. بازآفرینی اجتماعی یکی از تکیه‌های مهمش، یعنی یکی از نقطه‌هایی که خیلی روش تاکید میکنه، بحث جلب مشارکت جامعه محلی هستش و اینکه سیاست‌ها باید از دل مردم بیاد بیرون و میگه این سیاست‌های کلان رو تعدیل میکنه به نوعی و در واقع هزینه‌ها رو هم کاهش میده. وقتی که ورود میکنن به جامعه محلی، در واقع برنامه ریزان وارد میشن به یک محله‌ای، از خود افراد، از خود مقامات محلی وقتی مشارکت جلب میشه، منجر به پایداری طرح میشه، هزینه‌ها کاهش پیدا میکنه، به خاطر اینکه به جای اینکه سرمایه‌های زیادی صرف ساختن یک محله به لحاظ فیزیکی بشه، صرف این میشه که یک اقتصادی درش در جریان پیدا بکنه و یک سری منافعی توزیع بشه که خودش رو باز تولید میکنه و برمیگرده. این یکی از نکاتی هستش. نوعی میشه گفت که رویکرد بازآفرینی اجتماعی رویکرد از پایین به بالا هستش. دقیقاً پایین به بالاست که و اجتماع محور و همه زیمت خلان رو در بر میگیره که در راستای بهبود وضعیت موجود دور هم در واقع گرد هم بیان رو و با همدیگه تصمیم گیری از پایین به بالا اتفاق بیفته. دقیقاً. مرسی. فکر کنم می‌خواستین به نظریه هایی که در حوزه سابقه نظریه بازآفرینی اجتماعی هم یه اشاره داشته باشیم. در واقع ریشه نظریه بازآفرینی اجتماعی باز هم برمیگرده به ادبیات توسعه در امریکا که دو تا نظریه خیلی قشنگ در این حوزه وجود داره، یعنی خیلی دقیق هستن که رویکرد رو نشون میدن، رویکرد بازآفرینی رو نشون میدن که در طرح‌های بازآفرینی دو هدف مهم ایجاد انسجام اجتماعی و نظم عمومی وجود داره. می‌بخشید این منظورتون غیر از
اون سیر تکاملی که اتفاق افتاده توی مفهوم بازآفرینی، الان شما 2 تا نظریه مشخص در رابطه با بازآفرینی اجتماعی می‌خواید مطرح کنین. دقیقاً. یکی از نظریه تاثیر محله ها هستش. یکی از نظریه پردازهای امریکایی به این نظریه تاثیرات محله میپردازه. این برمیگرده به اون دوره از در واقع دهه 1980 که اقتصاد و تکنولوژی افزایش پیدا کرده و پیشرفت کرده در امریکا و کم کم اون صنایع کوچیک و سنتی داشتن حذف می‌شدن. تعداد بالایی از کارگران از کارشون اخراج شدن و کم کم بیکاری در محله ها رواج پیدا کرده بود و فقر به وجود اومده بود. در نتیجه کم کم محله ها افراد جوانش برای پیدا کردن کار به مناطق دیگه رفتن، میزان جمعیت محله ها کاهش پیدا کرده بود و فقر و بزهکاری درش افزایش پیدا کرد و اینجا بود که یک کتابی نوشته شد، همین نظریه پرداز کتابی نوشته شد نوشتن به نام این که وقتی که کار ناپدید میشه و اشاره به این داره که زمانی که ما بتونیم مسیر توسعه‌ای رو در یک محله‌ای که در واقع طرد شده، چون انسان‌هایی در اونجا زندگی میکنن که پشت به پشت یاد گرفتن که میتونن با پرخاش از خودشون دفاع بکنن، مشاغل غیرقانونی اومده توی محله‌های فقیرنشین و در واقع اگر ما بتونیم طرحی رو اونجا به کار بندازیم و طرح توسعه‌ای رو اونجا داشته باشیم که خود افراد محله رو به کار بگیره و شروع کنیم به اشتغال زایی، بسیار مؤثرتر از این هست که بخوایم سرمایه گذاری های کلانی بکنیم، وارد اعیانی سازی بشیم، وارد جنتریفیکیشن بشیم و فقط یه سری برج و مراکز خرید و اینها بسازیم. این یکی از نظریات هست. اونم بریم توی محله‌های در واقع فقیرنشین این کار رو انجام بدیم که دیگه خود اون ساکنین اون محله‌ها نتونن تو اون محله زندگی کنن و باید جمع کنن برن یه محله‌های در واقع که داره برخورداری کمتر هستش. دقیقاً همینطوره. و این اون چیزیه که به عنوان اعیانی سازی یا جنتریفیکیشن گفته میشه. پس این تفاوت رو هم ما باز با مفهوم بازآفرینی اینجا میتونیم تمایزش رو مشخص بکنیم این موضوع رو. همینطوره. و یک نظریه دیگه‌ای هست به نام نظریه پنجره شکسته. در واقع روانشناسان اجتماعی و پلیس‌ها بر این عقیده هستند که زمانی که توی یک محله یک پنجره ساختمونی شکسته است و اگر چند روز بگذره و این پنجره تعمیر نشه، پنجره‌های دیگه اون ساختمون هم به مرور شکسته میشه، به خاطر اینکه نظارتی دیگه مردم میفهمن نظارتی وجود نداره. این رو تعمیم میدن به نبود کنترل غیر رسمی در محله ها. یه اصطلاحی دارن چشم در خیابان و میگن بهترین نوع ایجاد نظم عمومی این هست که افرادی که ساکن یه محله یا منطقه هستن خودشون مراقب اون محله و منطقه باشن و از همین میان و وام میگیرن و میگن که بهترین نوع طرح توسعه‌ای زمانی هست که ما اولین قدم‌های بازسازی یک منطقه رو برداریم، فضا رو تا حدودی امن کنیم که کنترل غیر رسمی و مقامات محلی اعتماد به نفس اینکه دوباره بیان و از محلشون مراقبت کنن رو داشته باشن. این نظریه میپردازه در واقع به این نوع رویکرد نظم عمومی که یکی از اهداف بازآفرینی اجتماعی هستش. بسیار عالی، مرسی، ممنون. در رابطه با مشارکت اجتماعی و اینها هم نکته‌تون رو فرمودین؟ بله، در واقع بحث مشارکت اجتماعی یک پایه مهمی از، یعنی یک خصوصیت مهم بازآفرینی اجتماعی هست که بدون اون عملی نیست اصلا راهکارهایی که گفته میشه. معنا نداره. ماهیت بازآفرینی اجتماعی بر محور مشارکت اجتماعی هستش. دقیقا. مرسی، ممنون. اگر در پایان جنبندی دارید خوشحال میشیم که بشنویم. مرسی. حتما. بحث بازآفرینی اجتماعی بنابراین بحث نسبتاً جدیدی است. یک رویکرد جایگزینی هست که خود این جایگزین بودن یعنی تغییر یک عادتی، یعنی تغییر یک عادت برای برنامه ریزان و کسانی که دارن طرح‌های توسعه‌ای رو تدوین میکنن. به همین منظور کمی چالش برانگیزه، کمی احتیاج به
به نگاه جدید داره، ولی حرفش حرفی هستش که یعنی هدف بازآفرینی اجتماعی همون هدف قبلی است، همونیه که ما می‌خوایم که سطح رفاه رو در جامعه بالا ببریم و بهبود بدیم شرایط زندگی افرادی که در یک محل زندگی میکنن. ولی این بار نگاهمون نگاه انسان محور، روشمون روشی بر مبنای اجتماع هست، اجتماع محور هست. و وضعیت تو ایران چطور است خانم دستوری؟ در ایران بازآفرینی شهری خب سابقه طولانی داره و در اهداف طرح‌های توسعه بازآفرینی شهری ما رویکردهای اجتماعی رو می‌بینیم، ولی در عمل هنوز عملی نشدن این اهداف. یعنی از زمانی که نوسازی و بهسازی داره در شهر اتفاق میفته میفرمایید این سابقه؟ چون مصادیق بازآفرینی اجتماعی برمیگرده به خب شرایط اشتغال، رفاه، سلامت، بهداشت و ما زمانی که طرح‌های بازآفرینی شهری رو عملیاتی کردیم و نگاه می‌کنیم نتایجش رو، هنوز در همون سطح بهسازی و نوسازی باقی موندن و رویکرد اجتماعی اگرچه روی کاغذ وجود داره و دیده شده تا حدودی، ولی به صورت کلی و با توجه به این مفاهیمی که امروز راجع بهش صحبت کردیم هنوز عملی نشده. این چیزی هم با عنوان بازآفرینی اجتماعی نداریم، بازآفرینی شهری حالا که میتونه در حوزه اجتماعی هم کارهای انجام بده داریم. چیزی با این مفهوم هنوز تو ایران به لحاظ نظری هم فکر میکنم که تولید نشده. هنوز نداریم، نه هنوز طرحی رو با عنوان بازآفرینی اجتماعی نداریم. خب امیدوارم که ما هم سریعتر به این مرحله از تکامل مفهومی بازآفرینی برسیم و حوزه اجتماعی به عنوان یک رویکردی که میتونه در برگیرنده بقیه حوزه‌های اقتصادی، شهری، کالبدی و همه اون شاخص‌هایی که میتونه بر کیفیت زندگی مردم تاثیر بگذاره و مهم خود انسان و اجتماع هستش برای بهبود وضعیت موجود. امیدوارم به این مرحله برسیم و در سیاستگذاری‌های آتی ایران این مسئله جا بیفته. مرسی، ممنون از حضورتون تو این برنامه. سپاس از شما که ما را همراهی کردین. نظراتتون رو با ما در میون بذارین از طریق راه‌های ارتباطی. مرسی.